زیارت کلن برای ما مسلمان ها، حالا ما شیعه ها الحمدلله، کلن عنصر زیارت برای ماها مطرح شده. زیارت امام. حالا ائمه امام هستن، عنصر زیارت. حضرت قرآن هم امام اکبرن، عنصر زیارت که میتونه معارف اهل بیت نورانی بکنه. لذا شما بلند میشه این همه راه میاد امام رضا، چرا میرید جلو؟ حتی تو حیات هم نه، حیفه میرین جلو. البته فقط یک کاری که نباید بکنیم این است که بچسبیم. به ظریف چسبیدن بی ادبیه. روک بهتون میگم بی ادبیه. چرا؟ برای اینکه فقط امام رضا نشسته. شما میخواید برید به زیارت امام رضا، چیکار میکنه؟ میری اینطوری بغلش میکنی میشینی باهاش. این بی ادبی نیست که شما پیش امام صادق بری بشینی. گفتن خب برو بشین جلوش دیگه. خب بشین، خب مؤدبانه بشین، سلام علیکم. اولش خب بسیار خوب، حالا یه آدم که دستشون رو میبوسی و فلان اگه بذارن، بعدش هم میگه میشینه دیگه. کی گفته زیارت امام صادق این هستش که بری تو بغل امام صادق بچسبی، باز گردنشو بگیری بکشی تاش که زیارت رو گفتن که وقتی که میرین زیارت امام رضا، اینو گوش کنید، گفتن که ادب کنید. ادب کنید. اولا که این توصیه بزرگواری عارفی بود که در همین مشهد خدمتشون رسیدیم، آیت الله غروی اسمشون بود، فلان 20 کیلو بود پیرمرد، رسیده بود به فقط پوست، تو خودش هم لوله شد، استخونش اینطوری شده بود. ما دانشجوها رو برده بودیم، از نزدیک رفتیم چسبیده بود که حرفشو بشنویم. همینطوری لوله شده بود دقیقاً تو خودش. چند وقت بعد از اون که ایشونو ما زیارت کردیم فوت کردن ایشون چند تا جمله اون روز به ما گفتن اومدید، افغانی هم بودن اصالتا، ما اومدین زیارت امام رضا، نرین جلو چشتون رو بدوزیم به چشم امام رضا، زل نزنید، سرتون رو بندازین پایین، چشتون رو بندازین پایین، خیره نشو به امام رضا، خیره نشو، بلکه جلو هم نرید، چند متریه، چند قدمیه ذریح، مؤدب بنشین، بایستید به چشم امام. راست میگم چشم امام، نگو به ذریح نگاه نکنید، میگم به چشم امام نگاه نکنید، ادب کنید، حرفتون رو بزنید، فارسی، عربی، هرچی حرفتون رو بزنید، سلام کنید، احترام بکنید، احوالپرسی بکنید، حرفتون رو بزنید، خیلی هم معطل نکنید، خیلی هم نمیخواد بمونید، همون یه دو رکعت نمازتون رو بخونید برگردید عقب برید. این توصیه شخص ایشون بود. برای همینم من دیشب که گفتن که 2-3 ساعت بمونیم تو حرم، البته من قضیه فتوا نیست، از طریق شخصی، وقتی که شما 2-3 ساعت تو حرم میمونی دیگه، اون 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو به اول که عشق و حالتو کردی دیگه عادی میشه. خب میرید میشینید یه گوشه، شروع میکنید برای اینکه حوصلتون سر نره با اون دوستتون حرف میزنید، از این ور میگه اون اول میگه تا تو حرم دیگه نشستی. اون روح زیارته دیگه بعد از 2-3 ساعت دیگه چی میشه؟ عادی میشه. این حرفا نشستی دیگه، اون 5 دقیقه 10 دقیقه اول یه رو به اول دارید حال میکنید با امام رضا، خداییش غیر از اینه. بقیه‌اش نشستین دارین حوصلتون سر میتونین که بالاخره شوهره بیاد صداتون بکنه ساعت 10:30 بیا بیرون، شما که زن و بچه‌تون فقط بیان بشه. زیارت یعنی همینه که ما زیاد مزاحم امام رضا نشید. زیاد آقا چند دقیقه بدون، ایشون هم کار دارن، زندگی دارن آخه بالاخره. ببین اینا زیارته. الان میگیریم، بعد چی میشه؟ نور میگیریم. ما اذان چیزه؟ اگه بشین حرفم تمام شد با اذان. میخوام بهتون بگم زیارت این هستش که به چهره امام نگاه کنید، و خودتون استاد از ماست که بر ماست، از ماست. یعنی به خود من داره میگه که یک کلمه بهتون بگم، زیارت امام نور میاره، نه خوندن احادیث تو تهران. برای همین بلند میشیم میایم از نزدیک.
امام زنده و مرده نداره. الان که اومدیم فکر نکن به زیارت ضریح اومدیم، به زیارت نقره نیومدیم، ما به زیارت شخص مراد اومدیم. خوش به حالتون اگر وقتی که میرید حرم، امروز هم که بخواد برید، وقتی رفتید حس بکنید که امام رضا تو حرم نشستن، تو وسط ضریح نشستن. شما به ضریح نگاه نکن، به خود امام رضا چشمی بنداز. حالا سرتو بنداز پایین، باهاشون حرف بزن، ایشون میشنوه. اشهد انکم تسمع سلامی تسمع کلامی و ترد سلامی ها یا تشهد مقامی. میبینن. آخرین جمله این باشه، اثر زیارت رو بهتون میخوام بگم. آخرین جمله اینه، رفتش پیش امام باقر، گفتش که حرف زدشو وقتی که حرف زد بود به امام گفتش که یا ابن رسول الله، اون چه سریه که وقتی که ما میایم پیش شما، در حضور شما که هستیم، از دنیا میایم بیرون، از دنیا بیرون میایم، اصلا از دنیا اصلا بالا میایم، نمیفهمیم زمان کی گذشته. ولی وقتی که از حضور شما میریم بیرون، 2 مرتبه همون حالت دنیایی و همون حالت دست میده. امام باقر فرمودن که اگر اون حسی را که در نزد ما و در حضور ما پیدا میکنید، اگر بتوانید بیرون از حضور ما در بیرون حفظ بکنید، بر آب راه خواهید رفت و به آسمان پرواز خواهید کرد. این حس رو میده زیارت امام. بر آب راه خواهید رفت و راه رفتن روی آب از چیه؟ چی شده که ما رو آب سبک، یعنی به آسمان پرواز خواهید کرد. یعنی چی؟ سبک میشید. این در مقابل اون اثاقلتم الی الارض که تو قرآن اومده که چسبیدیم به زمین. اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا نه بالآخره ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره اما متاع الدنیا فی الاخره الا قلیل. سوره مکه توبه آیه 30. خب بقیه بگو. اما و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. تمام شد. پس زیارت امام چی میده به ما؟ بگید. سبکی از زمین، بالا رفتن. خب حالا این که میشه وقتی که شما در حضور امام هستی، نور امام. حالا حرفایی هم که اگر امام بزنه چی میشه براتون بگید. اما یه نکته بهتون بگم، نوید بدم. اگر امروز امام صادق به شما، همین امام رضا، اگر به شما ملاقات داد، اگر گفتش که میتونیم بیاین، خب اگر دوستتون به شما بگه که من نمیام، بعد بپرسی خب واسه چی نمیای؟ بگه که من که عربی نمیفهمم. امام صادق عربی حرف میزنه، منم نمیفهمم. شما بهش چی میگی؟ شما بهش چی میگی؟ صداشو که میشنوی بلندشو بیا. میتونه با تو صحبت کنه، اون امامه. میگی بیا ببین، بیا ببینش. بابا نگاش بکن، چهره رو نگاه بکن، برگرد. فرداش هم اولا که تازگی الان دیگه خیلی راحته، ترجمه همزمان تو گوش میذارن، فرداش هم تو روزنامه مینویسن. اما تو خودت میگه من جلوش نمیخوام چون نمیفهمم. چی میخوام نتیجه بگیرم؟ نتیجه بگیرم که زیارت عنصر نورانی شدن معارف اهل بیت و در دل رفتن. زیارت میتونه اون معارفی که شما رفتین حدیث از حفظ کردید اونو وارد قلبتون میکنه. زیارت باعث میشه ارتباط دل با دل برقرار میشه. زیارته پس نورانی میشه دلتون. حالا گوش کنید، زیارت حضرت قرآن تلاوت آن است. پس ما قرآن داریم روزانه میخونیم، داریم حضرت قرآن را زیارت. لذا گفتن که از رو بخونید بهتر از حفظ کنید. خب بعد امام رحمت الله علیه میگه که احمد قرآن را بخوان ولو معنیشو ندونی. این حرف فقط از امام برمیاد.
خود من معلم قرآن اگر امام نگفته بود جرئت نمیکردم این جمله رو بگم که قرآن بخون ولو معنیشو ندونی. همه دارن میگن قرآن چیکار کن؟ باید تدبر بکنی، باید بفهمی، باید چی میخونی. امام رسما میگه چی؟ میگه بخون ولی معنای آن را ندانی. این یعنی چی؟ معنیش اینه که برو پیش امام صادق علیه السلام، ولو وقتی داره عربی حرف میزنه بگو معناش نمیفهمی، عوضش نور گرفتی. نور، اون نور مهمه. حالا اگر معنی حرف امام صادق هم بفهمی بگو نورون علی نور میشه. اگر شما قرآن رو خواندید، تلاوت کردید، ترتیل خوندید، بعد معنیشو دونستید، حالا میشه نورون علی نور. تمام حرفی که من زدم شما هم نورش رو درک میکنی. وجودت، نه که چشم ما که این چشم، نه، نور. در عین حال اگر پرده ها رو در مقابل چشمش، اون پرده است که گاش کردی باید بره کنار. حالا منم که دارم میبینم کورم، آرزو خانم، اگر کور نبودیم هممون نور قرآن رو میدیدیم. کربلای کاظم نور قرآن رو میدید. کربلای کاظم عصر خود ماها بود. من بچه بودم آیت الله بروجی فوت کردن. من سال سوم ابتدایی بودم آیت الله بروجی فوت کردن. پیدا نکنید کربلای کاظم تو تاریخ بوده ها فلان. کربلای کاظم وقتی که یک مرتبه به شکل معجزه آسا حافظ کل قرآن شد به دست امام زمان، داستانش همتون میدونید، سر صدا پیچید بردن پیش آیت الله بروجردی. ایشون شروع کرد به خوندن، هر جا که آقای بروجردی ازشون پرسید جواب داد. خب خوند. وقتی که خوند، بعد آقای بروجردی یه دونه آیه رو برای امتحان بکنه، یه آیه رو اشتباه خوند. اینم پیرمرد ساده بود دیگه. گفت ای بابا آقا تو هم که غلط میخونی. بعد آقای بروجردی خندید. آقای خزعلی خدا رحمتش بکنه، خزعلی گفتش که ما طلبه بودیم همون روزها، کتاب درسی طلبگیمونو عربی نوشته بودیم، گفت میذاشتیم جلوش، بعد میگفتیم که اینو بخون. میگفت من سواد ندارم، من فقط تو دلمه، من میتونم بخونم، سواد ندارم. بعد گفتم خب حالا این چی الان؟ گفتش که اینا هیچی، من فقط اینجاش نور داره. گفته که وسط صفحه به عربی بعد وقتا آیه قرآن نوشته شد، گفت اون آیه قرآن میگفت اینجاش نور داره. گفت این نور داره، این قرآن اون بالایی ها نداره. یعنی نور قرآن به چشم ظاهر کربلای کاظم رسیده بود. بعد آقای خزعلی خودش میگفت، من با گوش خودم شنیدم، گفت ما طلبه ها شوخی میکردیم باهاش، یه دو تا واو مینوشتیم توی صفحه، یه واو به شکل همینطور واو معمولی مینوشتیم، یه واو با نیت قرآن مینوشتیم، میذاشتیم جلوش. بعد میگفتیم که این چیه؟ میگفتش که من چه میدونم اینا چیه، این قرآن این نیست. میگفتیم خب دو تا واون. خب من که نمیفهمم واو چیه، این نور داره این نداره. این میشه نور قرآن. اگر به چهره حضرت قرآن نگاه بکنید این نور هست. اگر من و تو نور رو نمیبینیم، اشکال در اینجا. اشکال از چیه؟ من تو اگر خورشید الان نمیبینی، اشکال این نیستش که خورشیدی وجود نداره و ما خیال میکنیم. دیوار نمیذاره، چشم من الان مشکل داره، این پرده باعث شده. پس به این ترتیب قرآن را میخوانیم به خاطر اینکه از نور قرآن به دلمان وارد شود و مفاهیم چی بشه؟ تلاوت قرآن قفل دل را، این آخرین نتیجه است، تلاوت قرآن هستش که قفل دل را باز میکند. اگر میخواهید تدبر در قرآن بکنید، راهش خواندن قرآن به ترتیل است. ترتیل قفل دل رو باز میکنه، حالا تدبر اتفاق میفته. این تنها راهشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.